درود فرمان بهتون گفتم که اگر صد اون ویدیو به 100 لایک برسونین پارت دومشو میذارم. بریم ببینیم چی میشه. بچه اینجا تبره. بنزینم اینجاست. بچه توی پارت قبلی دیدیم میتونیم از اینجا رد شیم. اینم تله گرانی بود. اگه بتونیم گرانی نشونتون میدم. خدای من صدای پاش میاد. ترس دارم. بچه اینم شاتگان. میتونید شاتگان بسازید. وات بچه بازی باگ خورد. وای خدای من بازی باگ خورد. وقتی باگ میخوره گزینه 4 رو میزنید و میره. های خدای من چه شانسی داشتیم. بچه برای ورود به بازی اولی رو کلیک میکنیم، بعد دوباره اولی، بعد سمت راستی که نوشته بالو نمیدونم ما بهش میگیم لت گو. بچه وقتی میخواید وارد بشید یه کلیک هم اینجا میزنید. تو پارت قبلی هم بهتون گفتم که میتونید با 2 تا زدن روی این دکمه سفید خودتون رو آزاد کنین. اینجا اسم یه آجر پیدا کردیم. خدای من صد پا میاد. گرانی اینجا دارنی. وقتی وارد این یه ذره میشید این لباس صورتی وارد میشه. تو کامنت ها بهم بگین اگه اسمشو بلدین بهم بگین. ممنون میشم که بگین. بچه از اینجا راه داره که میتونین وارد اینجا بشین و هر وسایلی دیدین بردارین. حواستون باشه آخر سر این لباس صورتی رو باز کنین وگرنه خیلی بازیتون طولانی میشه. تازه میتونیم وقتی وسایلی جمع کردیم اینو فشار بدیم و بندازیم رو اینا. بچه اینجا یه عمده داره که ما با بسازیمش. اینم خونه گرانی. یا حسین بچه این در باز شد. یا حسین میتونین تو اینم قایم بشید و با فشار دادن این کلید به جلو میتونین خودتون آزاد کنید. امیدوارم نیاد. تازه میتونید 3 بارم بازی کنید و 2 نفرم میشه. دید گرانی و یا حسین قایم شو. بسم الله. خدای من صدای پای گرانی دیوونم کرد. برو جان مادرت برو. گرانی رفتی. میتونید با این چیزا حواسشو پرت کنید.
نگاه. اگر خیال کرد من پامو خورده رو شیشه. اصلا نمیدرسم. برو دیگه. ماشالله برو. رفت بالا بچه میتونی با این در بریم بیرون. نگاه، در پیش آشپزخونه است. نگاه. بعد من یه چیزی کشف کردم. درسته اینجا یه چیزی نه، ولی نگاه مستقیم بری یه خونه دیگه اینجاست. تبر. بچه من نفهمیدم این مال چیه. تو کامنت ها بهم بگین. 7 تیر بهم داد بالاخره. گرانی میکشمت. پدرت در میارم. اینامو نه برای خیام شدن هم اینجا باشین. تیر ندارم. از اینجا میتونید برید پایین. الان منو دیده. منو ببین. گرانی. وای خدای من. برو مرسی. ببینم تیرای اینو پیدا میکنم. این که آجره. بچه بازی برای این که پارت دوم این ویدیو رو بذارم، لایک و سابا رو به 100 تا برسونید، 50 تا هم کامنت بذارید، پارت دومش رو میذارم. خدا نگهدار.